خب با سلام، امروز میخوایم استپ 3 رو یاد بدیم و بعد از این استپ 3 ما میتونم بگم کامون جی اس ماژول کامل گفتیم و میونه این سه حالت که تو همین قسمت توضیح میدم، پترن گلوبال، AMD و UMD. پس اول بریم استپ 3 رو تموم کنیم و انشالله ببینیم که چه پیش میاد. قبل از هر چیزی یه سینتکس جدید باید بهتون یاد بدم. به جز اون دوتا یه سینتکس جدیدی ما داریم به این حالت. به این میگن immediately invoke function. یعنی چی؟ یعنی تو این دوتا پرانتز، تو پرانتز اولی فانکشنتون می‌نویسین. فانکشنتون هم اسم نمیخواد، پارامتر هم میتونیم حالا بهش ندیم تا با هم دیگه ببینیم چجوری کار می‌کنه. تو این حالت ما تا به این خط برسیم این فانکشن اجرا میشه. immediately این فانکشن تا بهش برسیم اجرا میشه. این اگه تو مرورگر هم امتحان کنیم و یک لاگ توش بندازیم، حالا 1372 همینو کپی کنید تو مرورگر بندازیم، میبینید که به راحتی و به سرعت تا اینو کپی میکنید و پیست میکنید این اجرا میشه. این سینتکسیه که immediately این فانکشن رو کال میکنه. و خب چرا از این سینتکس حالا استفاده داره؟ حالا شاید شما بگین چرا نمیان مثلا فانکشن رو بنویسن بعد بیان کالش کنن. خب به اون روش هم میشه، ولی این یه پترنه که توی جاوا اسکریپت ازش زیاد استفاده میشه، جای مختلف شاید شما اینو ببینید. و آپشنی که داره اینه که یه اسکوپ درست میکنه این فانکشن در حقیقت. یعنی شاید شما بیرون اینجا اگه وریبل تعریف کنید، وریبلتون گلوباله، ولی تو این فانکشن شما میتونید بیان کلاس تعریف کنید و خیلی کارهای انجام بدین که اسکوپش گلوبال نیست، فقط تو این فانکشن اسکوپ داره. حالا توی چند دقیقه آینده بهتون میگم که چرا حالا این اسکوپ به چه دردی میخوره. بریم تو استپ 3. تو استپ 3 ما میخوایم بیایم ES ماژول رو لود کنیم توی کامون جی اس. قبل از هر چیزی اینو بهتون بگم که کامون جی اس قبل تر از ES ماژول اومده. یعنی ES ماژول ها تو سال 2015 توی ورژن ES6 اومدن و بعد از کامون جی اس اومدن و میتونید شما توی ES ماژول ها کامون جی اس رو لود کنید چون ورژن جدیده و این قابلیت براش هست که شما بتونید کامون جی اس رو توش لود کنید. ولی تو کامون جی اس شما نمیتونید ES ماژول لود کنید چون کامون جی اس یه ورژن قبل‌تر از ES ماژوله و اون موقع اصلا نمیدونسته که شاید در آینده قراره یه پترن جدیدی بیاد، یه سینتکس جدیدی بیاد و که بخواد حالا واسهش ساپورتی در نظر بگیره. الان نگاه کنید، من یه کامون ماژول دارم که دارم توش یه ES ماژولی رو لود میکنم. با هم دیگه بریم اجرا کنیم. بله، پیغام میده، میگه که فانکشن require که توی ES ماژول داری باهاش لود میکنی ساپورت نمیشه همچین چیزی. شما نمیتونید یه ES ماژول رو تو require لود کنی و این داستان قابل انجام نیست و خطا داره. ولی در ورژن های بعدی ES6 که با عنوان ES Next بهش اشاره میکنن، ES Next یک به اصطلاح یک پلیس هولدره که یه اشاره‌ای داره به یک سری آپشن هایی که بعداً به ES6 اضافه شده و تو ورژن های بعدی از ES6 اومده که شامل ایمپورت داینامیک هم هست. ایمپورت داینامیک فانکشن ایمپورت که توی ES Next اضافه شده و از این فانکشن شما میتونید استفاده بکنید برای اینکه بتونید ES ماژول رو تو کامون جی اس لود بکنید. الان ما ازش استفاده میکنیم و میبینیم که چه جوریه. اگر شما بیان اینو ایمپورت بکنید و خب این یه پرامیس هستش
و توش یک فانکشنی میگیره که شما میتونید تو این فانکشن به نحو احسن اینو اجرا کنید و خطا هم نداشته باشید و دیدین که به نحو احسن اجرا شد. همچنین شما میتونید از همون سینتکسی که بهتون یاد دادم هم استفاده کنید. تو اوایل همین قسمت گفتم که ما میتونیم بیایم یه async فانکشن درست کنیم که خودش اینوک بشه و اینو ایمپورت کنه و اینو میایم این تو و اویتش میکنیم و بعد از اون هم اینو اجرا میکنیم. بله الان این فانکشن امیدیتلی اجرا میشه و به این خط که میرسیم اویت میکنیم، وان پر میشه و بعدش هم از توی وان فانکشنش رو کال میکنیم. بله دیدیم که کار هم کرد. حالا اگه بیایم اینجا و اینجا یه دیفالت هم اضافه کنیم، اینجا دیگه این اسم عوض میشه، دیفالت میشه و اگه اجرا بگیریم باز هم میبینیم که کار داد. و شما با استفاده از داینامیک ایمپورت میتونید این کار رو انجام بدید که بعدها در ورژن‌های آپشن‌های بعدی اضافه شده به ES6. این هم از استپ 3 که با هم دیگه پیش رفتیم. بعد از استپ 3 من میخوام راجع به پترن گلوبال AMD یعنی Async Module Definition و UMD Universal Module Definition صحبت کنم. اول میریم سراغ روش گلوبال. ببینید روش گلوبال jQuery هم که یه زمانی خیلی طرفدار داشت، البته هنوز هم داره ازش استفاده میشه، به روش پترن گلوبال کار میکنه. حالا پترن گلوبال چجوری کار میکنه؟ ببینید پترن گلوبال اگر که شما قبلا هم قطعا شنیدین این داستانو که کیورد دیس به ویندوز اشاره میکنه، به ویندو، آبجکت ویندو. حتی خود ویندو هم بنویسم ببینید که دقیقا یکیه. اگه ما بیایم یه پراپرتی به این آبجکت اضافه کنیم به اسم کاستوم jQuery و بیایم حالا یه رشته بهش بدیم، میتونیم با دیس هم اونو صدا کنیم، کاستوم jQuery و با کیورد دیس هم ما میتونیم بهش اشاره کنیم. حتی میتونیم بدون دیس هم بهش اشاره کنیم، کاستوم jQuery. و ما میتونیم همینطوری بیایم و به این آبجکت ویندو یه فانکشن یا یه ماژولی رو به همین راحتی اد کنیم و توی جاهای مختلف به صورت گلوبال ازش استفاده کنیم که jQuery هم سابقا همین کارو کرده بود. و توی این مثال هم اگه توجه کنید من اومدم یه سینتکسی نوشتم که فانکشن امیدیتلی اجرا میشه و توی این سینتکس البته اومدم ویندو هم پاس دادم. ببینید اینجا اومدم نوشتم ویندو، بعد اینجا یه فانکشن نوشتم ویندو رو ازش گرفتم و تو اینجا چک کردم که آیا کاستوم jQuery ست شده تو ویندو. اگه نشده ست کردم و بعدا ازش استفاده کردم. حالا همینو اگه ببرم اینجا پیست بکنم، کاستوم jQuery الان ست شده و یه فانکشنه و میتونم ازش به صورت گلوبال استفاده کنم. این روش گلوباله و از این روش هم توی کتابخونه jQuery استفاده شده. روش AMD از کیورد دیفاین استفاده میکنه.
اینو میتونید خودتون بیشتر برید راجعش مطالعه بکنید. این توی نود اجرا نمیشه، نود اینو ساپورت نمیکنه. شما باید یه AMD لودر بیاین نصب کنید و تو پکیج های نود و بتونید این پترن AMD رو استفاده کنید. چون این پترن AMD رو require.js در حقیقت ایمپلیمنت کرده و اجرایش کرده و به عنوان یک آپشن ماژولار به جاوا اسکریپت اضافه کرده. کتابخونه require.js رو میتونید برای این کار استفاده کنید و لود کنید و ازش استفاده کنید و به این صورته که فانکشنتون رو تو قسمت دوم مینویسین و توی این اری هم میاین دیپندنسی هاتون رو مینویسین و به این نحو کار میکنه. این هم اسم اون آبجکتیه که در نهایت به قول معروف داره اکسپورت میشه و این از توش تحویل میگیریم و اجراش میکنیم. در حقیقت این کیورد دیفاین خیلی مهمه و این روش دیگه تقریبا میتونم بگم خیلی منسوخ شده و ازش استفاده نمیشه، چون ما 2 آپشن بهتر از این داریم، یکی یس ماژول و یکی کامون.js که تقریبا میتونیم بگیم این روش منسوخ شده. روش UMD یونیورسال ماژول دفینیشنه که یه روش جهانیه. در حقیقت یه پترنه که داره از ترکیبی از 3 پترن دیگه استفاده میکنه. پترن AMD، کامون.js و گلوبال که به ویندو اشاره میکنه. پکیج الگوی گلوبال به حالتی اشاره میکنه که ما اومدیم توی آبجکت ویندو یه پراپرتی اد کردیم و دقایق پیش با هم تست کردیم. این هم باز به همون صورته، ما اومدیم از این سینتکس immediately invoke استفاده کردیم، دیس رو پاس دادیم که دیس داره به همون ویندو اشاره میکنه. بعدش یه فانکشن که در حقیقت همون فانکشنیه که ما میخوایم اکسپورتش کنیم و تو این فانکشن اومدیم یه فانکشن دیگه طراحی کردیم که در حقیقت این داره اینجا اکسپورت میشه با همون سینتکسی که تو ویدیو دوم بهتون نشون دادم. یه آبجکتی که توش این فانکشن وجود داره اکسپورت میشه و ویندو پاس داده میشن به ویندو، میاد تو روت و فکتوری فانکشن هم که در حقیقت همینه میاد اینجا میشینه و اینجا چک میکنه اگر روش AMD رو ساپورت کنه از AMD استفاده میکنه، اگه روش کامون.js ساپورت کنه کامون.js رو استفاده میکنه و اگه هیچ کدوم از اینا رو استفاده نکرد در نهایت روش گلوبال استفاده میکنه که میاد به این ویندو کاستوم جی کوری اد میکنه و اون فکتوری فانکشنمون رو به آبجکت ویندو اضافه میکنه و تو پروژه میتونه ازش استفاده بکنه. این هم الگوی یونیورساله که گفتم ترکیبی از 3 روش دیگه است و اینجا داریم این فانکشن رو ما اکسپورت میکنیم و هم این فانکشن هم این دیسک که به ویندو اشاره داره اینجاها قرار میگیرن و اینجا چک و بررسی میشن. هر کدوم از این شرطا که تو رو بود به همون روش استفاده میشه و تو پروژه ازشون استفاده میشه. روش یونیورسال تو خیلی از کتابخونه‌های مختلف استفاده شده، خیلی زیاد شاید ببینیدش. روش AMD هم که قبلتر بیشتر استفاده میشده، الان دیگه تقریبا کتابخونه جدیدی نیست که بخواد از این روش استفاده کنه، چون یس ماژول آینده جاوا اسکریپت و الان بیشتر تقریبا تمام کتابخونه‌ها دارن از این روش استفاده میکنن. و این هم از این. پس من تقریبا میتونم بگم تمام این الگوها رو بهتون گفتم و حالا اشاره تو قسمت‌های بعدی میخوام راجع به وب پک و تایپ اسکریپت صحبت کنم که تو اون بررسی کنم کامون.js و یس ماژول چه اتفاقی میفته و چجوری میشه اینا رو با هم ست کرد و اگه خطایی داریم تو تایپ اسکریپت چجوری با دکلریشن فایل ها بیایم اونا رو رفع کنیم و بهتون توضیح بدم که تو اون سناریوها دقیقاً چه اتفاقی میفته. مرسی که با من همراه بودی تا قسمت بعدی و سکشن بعدی. شما رو به خدا بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.